که اونا را خداوند از پشت آدم علیه السلام، ذریه آدم خداوند خلق کرد و از اونا عهد گرفت که آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه در جواب گفتن بله، خالق پروردگار ما هستی، خالق ما یگانه ما هستی. یعنی خداوند همه اونا را میداند که چی مقدار از عدد انسانیت داخل جنت میشد و چی عدد از انسانیت داخل دوزخ میشد. همه او را پروردگار با این مزلش میداند. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا لله تعالى. خب این درس در صدد این درس عقیده طحاوی هستیم. این درس هشتم از درس عقیده طحاوی است. متن عقیده طحاوی برادرها، متن برای شرح این کتاب ان شاء الله یک بار ما متن تمام میکنیم، بعد میگذاریم به شرح این کتاب عقیده طحاوی از کمال الدین بابورتی ان شاء الله شرح میدیم. اما ما حاضر فقط در متن کتاب هستیم. برای بعضی مسائل بعضی جای هستن که نیاز به شرح دارد، اما ما فقط باید متنش بفهمونیم بگذاریم. ان شاء الله برمیگردیم بر شرحش، بعد اونجا واضح‌تر ان شاء الله درباره خب این متن، یعنی بعضی جاهایی که نیاز به شرح طولانی دارد بعد شرح میدیم ان شاء الله. برای این حاضرش فقط باید متن بخونیم ان شاء الله. طيب درس هشتم رسیده بودیم در قول مؤلف والمیثاق الذي اخذه الله تعالی من آدم و ذریته حق. از همینجا ان شاء الله دوام میدیم. طيب امام طحاوی رحمه الله میفرماید، میگه والمیثاق الذی، یعنی میثاقی که میثاق گفته عهدی که خداوند اخذه الله تعالی گرفت اون عهد را من آدم، از آدم علیه السلام و ذریته و ذریه آدم، یعنی فرزند آدم، همه این حق است. یعنی میثاقی که خداوند از بر آدم، این از آدم گرفت، اون میثاقی است که در بر میگیرد پیغمبرا، چون در سوره احزاب و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم، وقتی ما گرفتیم از پیغمبران میثاقشون را، و منک و از تو و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. این آیت در سوره احزاب آیت 7 دلالت بر میثاقی که خداوند از پیغمبران گرفت. اما میثاقی که گرفته شد از ذریه آدم، پس آیه سوره اعراف آیه 172 و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی شهدنا ان تقولوا یوم القیامة انا كنا عن هذا غافلین. این آیات دلیل بر این است که میثاق از فرزند آدم و این عهد اونا، این اعتراف اونا که اونا را خداوند از پشت آدم علیه السلام، ذریه آدم خداوند خلق کرد و از اونا عهد گرفت که آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه در جواب گفتن بله. قالوا بله الست بربکم قالوا بله، بله گفتن تو خالق پروردگار ما هستی، خالق ما یگانه ما هستی. این عهدی که در روزی یعنی خداوند آدم علیه السلام خلق کرد، آفرید و از اون ذریه‌اش خلق کرد. تمام بشریت، تمام انسانیتی که در دنیا از بعد آدم علیه السلام تا آخرین دم، تا آخرین آدمی که در دنیا میاد، همه اینا ارواح اینا در اونجا وجود داشت که اونا خداوند از اونا عهد گرفت. طيب وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه وكل ميسر لما خلق له. أيوة میگد وقد علم الله تعالی، خداوند یعنی در علم ازلیش میداند، لم یزل به این معنا که یعنی ازلا خداوند میداند عددی من یدخلو، کسی که داخل میشود خب جنت را به فضل خداوند، و عدد من یدخل النار، و عددی آن یعنی عددی یعنی کسی که داخل میشوند دوزخ را به این به عدل خدا است، جملتا واحده. خب یعنی خداوند همه اونا را میداند که چی مقدار از عدد انسانیت داخل جنت میشود و چی عدد از انسانیت داخل دوزخ میشود. همه او را پروردگار با این مزلش میداند. فلا یزاد فی ذلک العدد ولا ينقص منه، پس از این عددی که خداوند میداند، عددی معلوم و کم و زیاد نمیشود. فلا یزاد و زیاد نمیشود فی ذلک در همین عدد، ولا ينقص منه و کم نمیشود از همین عدد. مفهوم؟ یعنی پروردگار
خداوند با علم ازلیش میداند که خب کی داخل جنت میشود، تفصیلا خداوند میداند، و همچنین تفصیلا خداوند میداند که کی داخل دوزخ میشود. این دلالت بر خب وسیع بودن علم ازلی خداوند میکند که علم خداوند یعنی علم ازلی است. مفهوم؟ بعدا امام طحاوی میگه و كذلك افعالهم فيما علم منهم ان يفعلوه، و همچنین و كذلك یعنی خب یعنی افعال بنده ها را خداوند میداند، فيما علم منهم چیزی که از بنده میکند، یعنی عمل بد، یعنی فيما علم منهم ان يفعلوه چیزی که اون انجام میدهد، از خیر باشد یا شر باشد، از نفع باشد یا ضر باشد، همه را پروردگار در علم ازلیش میداند. و کل میسر لما خلق له، این کل میسر لما خلق له معناش که این یک لفظی حدیث مشهور است. معنی این که کسی را که خداوند از اهل جنت گردانیده باشد، برای مقدر کرده باشد که از اهل جنت است، پس برای او مقدر شده است که او از اهل جنت است. و کسی را که خداوند خب مقدر کرده باشد که از اهل دوزخ است، پس او از اهل دوزخ می شود. مفهوم؟ معنی و کل میسر لما خلق له همین است. پس اهل سعادت یعنی اهل جنت، پس اینا مسرور میشن، یعنی خرسند میشن برای عملی اهل سعادتشون که در دنیا انجام میکنند. و اهل شقاوت یعنی اهل دوزخی، پس اونا یعنی اصرار میکنن، عمل میکنن در دنیا برای اهلی همون عملی، یعنی که اهل جنت در دنیا یعنی عمل اهل جنت انجام میدهد، اهل دوزخ در دنیا عمل اهل دوزخ انجام میدهد. جنت میرود جنتی میرود جنت و دوزخی میرود دوزخ. مفهوم؟ این است معنی و کل میسر لما خلق له. برای خداوند میداند که کی در دنیا جنتی است و عمل اهل جنت را میکند، جنت میرود، ولی این را خلق نکرده خداوند با علم ازلیش میدونست. و کی در دنیا دوزخی است و عمل اهل دوزخ میکند و دوزخ میرود، این را خداوند میدونست. برای همین خداوند عدد اهل دوزخ و عدد اهل جنت را در علم ازلیش میدوند که چقدر چی مقدار است. ولا اعمال بالخواتم. امام طحاوی ماشاءالله سخن بهتری نمیزند، میگن اعمال همون که به خواتم است. سبحان الله. یعنی مراد اینجا اعمال یعنی آخر حیات انسان وابسته، یعنی حیات انسان وابسته به آخر همون حیاتش است، یعنی در آخر نفس از دنیا مردن آیا با ایمان می رود، آیا با علیه بالله غیر ایمان می رود و کفر، یعنی ایره خداوند میداند چگونه است، اما عمل همش وابسته به آخر حیات ما و شما دارد. یعنی جزای ما یعنی ختم میشد به اون چیزی که بنده میکند در عمل. پس اگر ختم شد به عمل اهل سعادت یعنی اهل جنت، انشاءالله او سعید است، اهل جنتی است. و کسی که ختم شد عملش یعنی از دنیا با آخرین نفس چگونه میرود، اگر اهل شقاوت یعنی بدبخت باشد، پس اون از بدبختای اهل دوزخ میشود، همچون کافر میمیرد. سبحان الله. کسی اگر کافر باشد دنیا، شاید انشاءالله از دنیا با ایمان برود، خب پس اون بنابر همون عملش خب میگیم که جزاش میگیرد، دوزخی باشد دوزخ، جنتی باشد جنت. یعنی اعمال برای همین فقط ما دعا میکنیم الله خداوند ما را یعنی از دنیا با ایمان کامل خارج بگردان. آخرین سخن ما لا اله الا الله محمد رسول الله باشد، یعنی کلمه شهادت، و از دنیا با ایمان کامل برویم. این بسیار مهم است، این همه وقت در دعاتون داخل کنید. اللهم اخرجنا عن هذه الدنيا على كامل الإيمان، اللهم توفنا وانت راض عنا، یعنی از دنیا با ایمان کامل. خب در مسئله اینجا یعنی دوزخی یعنی آیا جنتی میشود، جنتی آیا دوزخی میشود، این بحث بسیار طولانی است. انشاءالله در شرح که گشتیم اومدیم در اینجا انشاءالله بعد با وضوح با یعنی آشکار بیان میکنیم انشاءالله. برای ما چون که متن میخونیم همین قدر کافی است.
خب والسعید من سعید بقضاء الله تعالی و الشقی من شقی بقضاء الله تعالی. سعید کسی است که میگه، خب خیلی سعید به معنی خوشبخت، نیکبخت کسی است که اون نیکبخت است به قضای خداوند. و شقی بدبخت کسی که یعنی مقصد غیر مسلمان. سعید یعنی مسلمان اهل ایمان، شقی یعنی بدبخت یعنی نامسلمان و به ایمان، اون میگن شقی. شقی کسی است که من شقیه او یعنی شقی شده است، بدبخت شده است، در دنیا به ایمان شده است، به قضای خداوند است، یعنی با تقدیر و ازلی پروردگار است. مثلا مسئله بحث بین ماتوریدی و اشعری است، اینی که بگیم بین حنفی و شافعی ان شاء الله بعد جداگانه ما ان شاء الله بحث میکنیم. طيب ان شاء الله این درس طولانی دارد، بحث طولانی دارد. مسئله در دنیا کی را مثلا سعید میشمرن و کی را مثلا شقی میشمرن و شافعی مذهب ها چی میگن یا که بگیم اشعری ها چی میگن و ماتوریدی ها چی میگن، در این مسئله ان شاء الله برگشتیم کتاب شرح دادیم، بعد ان شاء الله میفهمونیم. طيب اما قبل میفهمیم که سعید یعنی انسانی که اون نیکبخت به معنی که مسلمان و شقی بدبخت یعنی غیر مسلمان، همین معناش. خب همه‌اش به قضا و تقدیر خداوند است. خب مسئله دیگر شروع میشود. و اصل القدر سیر الله تعالی فی خلقه لم یطلع علی ذلك ملک مقرب ولا نبی مرسل. میگن اصل قدر یعنی تقدیر، مسئله تقدیر خب یک مسئله است که یعنی حقیقت یعنی تقدیر این سیر خدا است، به این معنی که علم پروردگار است، یک سیر و اسرار علمی پروردگار است که در خلقش که لم یطلع هیچ کس اطلاع نشده است، یعنی با خبر نشده است از مسئله تقدیر، یگون ملک مقرب، یگون ملائکه مقرب و نه نبی و نه پیغمبری مرسل. یعنی مسئله تقدیر، قدر تقدیر این مسئله است که این مستور است بر بنده ها، این پوشیده است. برای همین شریعت منع کرده است برای یعنی فرو رفتن در این مسئله. خب برای همین بحث کردن در مسئله قدر این بحث خطرناک است. علیاذ بالله با کسایی که همین مسئله بسیار سرکار دارن بعداً میرسن تا جایی میرسن که علیاذ بالله از این خارج میشوند. برای همین در این مسئله بحث کردن زیاد در کار نیست. همین قایمون داریم که همش به تقدیر خداست کافی است، اما چگونه و خیلی تردید همین معتزله ها وری نیکیش از جانب خدا و بدیش از جانب بنده گفته بعد در کفر میرن علیاذ بالله. برای همین پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک گفتن که اذا ذکر القدر فامسکوا، وقتی که بحث قدر میشد تقدیر میشد فامسکوا پس شما چیکار کنید؟ منع شد، یعنی که بحث نکنید در مسئله. خب بحث نکنید مقصد اون میگه امام طحاوی خودش. خب بعدا میگه و تعمق و النظر فی ذلك ذریعه الخذلان، میگه تعمق فرو رفتن، تعمق با این معنا بسیار کوف کردن در مسئله همین تقدیر. خب یعنی کوشور کردن در مسئله تقدیر و نظر تفکر کردن فی ذلک در همین تقدیر ذریعه الخذلان. ذریعه گفتن وسیله خذلان، خذلان با این معنای یعنی خور و ذلیل، یعنی ترک عون و نصرت. خذلان یعنی کسی که خداوند کمکش نصرتش نمیکنه رو میگن خداوند خورش گردوندش، یعنی ذلیل شده است. یعنی کسی که مثلا تعمق میکند، بسیار کوشور میکند در مسئله تقدیر و نظر تفکر زیاد میکند، چگونه است، چی خیلی است، این چه خیلی، این گونه تفکر تعمق میکند در مسئله تقدیر، این میگه ذریعه الخذلان، یعنی وسیله چی است؟ خذلان یعنی به معنای راهی، همین گمراهی است. آخه و سلم الحرمانی، سلم الحرمان به این معنی که گویا که سلم یک راه به سوی چی است؟ حرمان یعنی محروم میشد از حقیقت، از راه صحیح ایمان، گویا که بیراه میشد. سلم یه معنی دراجه امون زینه پایه را میگه، یک گویا که یک راه، یک زینه پایه به سوی گمراهی میشد، یعنی محروم میشد از حقیقت ایمان. و درجه طغیان و همچنین درجه طغیان است به این معنی، یعنی که درجه که طغیان یعنی از حد میگذرد، از همون حدی که باید توقف کند، یعنی همون حدی که بر همون راسخون اهل عرفان هستند بر از همون راه میگذرند. بعد برای همین امام طحاوی میگه فالحذر کل الحذر من ذلك، پس میگه با حذر باشید
فالحذر کل حذر به این معنی که تاکید میگه، یعنی با حذر باشید، مقصد احتیاط کنید، سخت احتیاط کنید. من ذلک از همین مسئله فرو رفتن، تعمق کردن، تفکر کردن در مسئله تقدیر ندارند و فکرن. این بر حذر باشید هم از لحاظ نظر، یعنی حیثیت تفکیر فکر نکنید، خب و فکر و وسوسه‌تان و دور کنید خودتون رو از نفساتون، همون محاوله کردن، پیدا کردن، فکر کردن، یعنی علم پیدا کردن در مسئله همین تقدیر، چون که اون بر وسوسه میبرد اخی. پس قلب انسان مشغول به یک چیزی میشود که دیگه اصلا از روی حقیقت بیرون میشود. میدی برای میگه فالحذر کل الحذر من ذلك. پس به احتیاط باشید، همه وقت با احتیاط باشید از همین مثلا نظرن و فکرن و وسوسه‌تان، هم نظرن از روی نظر و هم از روی تفکر و هم روی وسوسه خودتون در مسئله تقدیر ناندازید، چون که مسئله نازک است. در حقیقت کسایی که ولی بالله از دین خارج شدن، خصوصا قدری ها که تقدیر انکار کردن، معتزله ها که در مسئله تقدیر میگه مشکلی ها دارن، اینا همین شده آخه بسیار تعمق کردن، تفکر کردن، از دین خارج شدن. برای همین احتیاط کردن نکن برادرها، مسئله بسیار مسئله نازک است. خب ان شاء الله در شرح بعداً میفهمونیم زیادتر. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن انامه و نهاهم عن مرامه. امام طحاوی خود جواب میگه که خب خداوند به تحقیق میگه انام گفته خلق میگه. فإن الله طوى، یعنی خداوند طوى به معنی جمع کردن، یعنی دور کرده است، بگیم علم قدر را عن انامه، از پوشیده است، دور کرده است از انام، از مخلوقاتش. و نهاهم، و نهی کرده است همون را خداوند از مرامش، یعنی از طلب کردن در علم تقدیر. این اون را خداوند نهی کرده است توی که طلب نکن علم تقدیر رو، چون که یک امر کاری هستن که یک علم تقدیر یک علمی است که به سوی یعنی معرفت علم تقدیر کسی نمیرسد. برای همون در این مسئله کسی نباید تعمق و تفکر کند. برای همین امام طحاوی در اینجا خود جواب میگه که فإن الله تعالی طوى علم القدر، خداوند طوى با این معنی که من کرده است، که بگیم پوشانیده است، دور کرده است، خب جمع کرده است علم قدر را عن انامه، از مخلوقاتش، و نهاهم عن مرامه، و نهی کرده است اون را من کرده است از مرام، از مقصد، یعنی از معرفت، از راه و روش رسیدن به معرفت علم تقدیر. علم تقدیر بسیار مسئله گفتیم نازک و مسئله خطرناک هم هست. در این مسئله نباید انسان تعمق کند. همین قدر باید بدانیم که خدا و همه چیز با تقدیر خدا است، کافی است. هر نیک و بد و هر نفع و ضر همش از جانب خدا است. دیگر چگونه است چرا اینگونه است، اینش برای ما دیگر لازم نیست. چون که پیغمبر گفتند اذا ذکر القدر فامسکوا، وقتی که مسئله تقدیر میشه شما سکوت کنید، یعنی که بحث نکنید در این مسئله. خب کما قال الله تعالی فی کتابه، چون که خداوند میگه در کتابش، یعنی امام طحاوی با جواب میده در مسئله علم تقدیر، میگه لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، یعنی پروردگار در قرآن میگه که لا یسأل عما یفعل، شما سوال نکنید از آن چیزی که خداوند خلق کرده است در دنیا، و هم یسألون، برعکس خداوند شما را میپرسد. یعنی این وظیفه ما نیست در دنیا ما سوال کنیم که برای چی خدا این گونه خلق کرد، برای چی اون خلق نکرد، و برای چی این بدبخت شد، برای چی این نیکبخت شد، برای چی اون مسلمان گناهگار شد. این وظیفه ما نیست. برای چی دنیا گناه خلق شد، این وظیفه ما. این سوالها نباید کرده شود. مسلمان باید که برعکس تفکر کند که خب ماشاءالله خداوند چگونه این نعمت خلق کرده است، چگونه این مخلوق خلق کرده است. این خیلی باید انسان تفکر کند، نه اینکه پرسش کند همچون اعتراض کند چگونه است. برای همین خداوند در قرآن گفت لا یسأل عما یفعل، سوال کردن نمیشود از اون چیزی که خداوند خلق کرده است در دنیا. برعکس و هم یسألون، برعکس خداوند ما را میپرسد در روز قیامت. خب فمن سأل لما فعل، پس میگه کسی اگر سوال کند که لما فعل، یعنی برای چی خداوند همین چیز خلق کرد، خب همین که سوال کنه میگه امام طحاوی میگه فقط رد حکم الکتاب، یا که انسان رد کرده است حکم کتاب رو. حکم کتاب یعنی آیات قرآن هایی که خوندیم لا یسأل عما یفعل، هایی خداوند گفته است که شما سوال نکنید از آنچه که خداوند خلق کرده است. برای همین امام طحاوی گفته است که اگر کسی پرسید که برای چی خداوند این خلق کرد، برای چی مثلا خداوند در آسمان مثلا ستاره خلق کرد، یا که ماهتاب و آفتاب خلق کرد، یا که دیگر چیزها را، اگر همین سوال کنه میگه این گویا که حکم کتاب را رد کرده است.
و من رد حکم الکتاب کان من الکافرین والیعاذ بالله. کسی میگه رد میکنن حکم کتاب رو و یا که از جمله حکم کتاب یعنی قرآن را، کتاب جا مراد حکم قرآن، کسی حکم قرآن را رد میکند قبول ندارد او از جمله کافر است والیعاذ بالله. یعنی اینجا مراد کسی که اعتراض کند. خب اعتراض یعنی قبول نمیکند، اعتراض میکند که همچون اعتراض میکنه مثل فیلسوفا، بعضی هم فیلسوفا هستن اعتراض میکنن که یعنی راضی نیستن گویا که از همین چیزی که خدا خلق کرده اعتراض میکنن برای چی این خدا خلق کرد، برای چی این گونه شد. همچون اعتراض اگر کند همین خیلی سوال کند از دین خارج میشد، از جمله کافرین میشد. اما مسلمان کامل و این مسلمان با عقل خب نباید این خیلی سوال کند. از این در اصل اگر بگیریم حقیقتا این سوال ها از همون گمراهانی میشود که یعنی انسانایی که والیعاذ بالله اونا گمراه هستند و در یعنی گمراهی هستند، خداوند گمراهشون کرده، بعد هم خیلی سوالای هر گونه کردن میگیرن. خداوند پناه طلب کند. خب امام میگه فهذه جمله ما يحتاج الیه من هو منور قلبه من اولیاء الله تعالی. ماشاءالله میگه و پس فهذه جمله، تو پس این چیزی که میگه تا اینجا گفتیم این خلاصی اون چیزی است که ما يحتاج الیه، یعنی محتاج است به همین من هو، یعنی کسی که سوال نمیکند به تقدیر خداوند دست میبردارد تسلیم است، این کسی است میگه که هو منور قلبه، قلب او منور است، من اولیاء الله تعالی، او از جمله اولیاء خدا است. که در این مسئله مقصد مسلمان کامل است، یعنی که او شروع سوال جواب نمیکند. یعنی چیزی که امام طحاوی در اینجا ذکر کردن فهذه جمله ما يحتاج الیه من هو منور قلبه من اولیاء الله تعالی، یعنی این چیزی است که احتیاج دارد مؤمن مسلمان هم جملتاً برای این چیز احتیاج دارد. یعنی به این معنا که با تقدیر خداوند باید ایمان بیاریم و بگیم بسیار تفکر تعمق نکنیم در تقدیر خداوند و سوال نکنیم که برای چی خیر خلق کرد، برای چی خلق نکرد. این وظیفه ایمان است. و بعد در آخر میگه و هی درجه الراسخین فی العلم، و همین درجه راسخین در علم است که تا همینجا را خب باید که چیکار کند، این توقف کنید که مثلا بسیار تعمق در این مسئله نروند. میگه لان العلم علمان، چون که امام طحاوی میگه علم دو علم است، علم فی الخلق موجود و علم فی الخلق مفقود. علمی است که در خلق، یعنی در مخلوقات، بین مخلوقات، یعنی بشریت انسانیت، علم است که و علم در بین بشریت موجود است که انسان ها میدونن چگونه علم است، و علم است که در بین بشریت در مخلوقات مفقود، اون چیز پوشیده است. پس علم موجود در بین مخلوقات اون چیزی است که خداوند برای بنده ها راه باز کرده است، بنده ها تعلیم میگیرن میدونن. اما علم مفقود، علمی که پوشیده است از ما، پس نسبت به سوی بنده ها او یعنی چیزی است که فقط خدا میدوند. هیچ از مخلوقات، از نه از ملائکه و نه از پیغمبران هیچ کس چیزی نمیدوند. پس علم عقیده، علم عقاید و احکام و علمی که انسان از اون استفاده میبره، منفعت میبره در معیشت، در زندگیش، پس او را خداوند برای ما راهش میسر کرده است. ما تعلیم میگیریم، میفهمیم، میدونیم، اینو میگن علم موجود. و اما اون چیزی که بر خداوند فقط بر خدا معلوم است، مثل روز این چگونه کدام وقت روز قیامت میشه به دقیق، مثلا یعنی روز قیامت کسی نمیدوند که کدام وقت است، پس این از جمله علم مفقود است، علمی که پوشیده است، ما نمیدونیم، این بنده ها نمیتونند بفهمند. خب پس کسب کردن علم موجود این مطلوب است، این باید که طلب کنیم و بخونیم و تعلیم بگیریم و این چیز محمود است، یعنی ستایش شده است. اما خب کوشش کردن، زحمت کشیدن تا اینکه کسب کنیم علم مفقود را، این گمراهی است، ولی از بالله انسان گمراه می شود. مفهوم؟ پس میگه فانکار العلم موجود کفر، پس انکار کردن علم موجود، چیزی که مثلا گفتیم در داخل میشه در اونجا عقاید و احکام و دیگر چیزها، پس انکار کردنش این کفر است. و ادعاء العلم مفقود، و همچنین دعوا کردن علم مفقود، علم پوشیدن، کفر است. این علم غیب، کسی که علمی که وجود دارد امروز قرآن و سنت این چیزا رو انکار میکند از این خارج میشه والعیاذ بالله. و کسی که دعوا کند که غیب میداند اینم کفر است والعیاذ بالله.
برای همین امام طحاوی میگه ولا یثبت الايمان الا بقبول العلم الموجود و ترک طلب علم المفقود. ماشاءالله عباره بهترین. میگه ثابت نمیموند ایمان، یعنی ایمانش درست نیست، مستحکم نیست، مگر اینکه اگر قبول کند علم موجود، یعنی قبول کند که علم موجود این حق است و ترک کند طلب کردن علم مفقود این حق است. تمام. یعنی از این معلوم میشد که دانسته شد که کسی که انکار میکند علم موجود مثل انکار کردن بعضی گمراه ها هستند، انکار میکنن، سوفسطائیش میگن، چی میگن، اونا حقیقت اشیا را انکار میکردن، فقط میگفتن که همین چیزها حقیقت ندارن، ما فقط خیال میکنیم. خوب برای سوفسطائیه که چی هم خیلی نام دارن میگن. برای همین خب کسی که دعوا میکند، خلاص کسی که انکار میکند علم موجود از این خارج میشد و کسی که دعوا میکند که من علم مفقود میدونم، علم غیب میدونم، اونم از این خارج میشود. ها برای که گفتیم که بغیر از خداوند هیچ از مخلوق علم مفقود نمیداند و این پوشیده است. برای همین در قرآن آمده سوره نمل قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. بگو که کسی نمیدوند من فی السماوات در آسمان و در زمین چی است، علم غیب رو. کسی که در آسمان و زمین است، یعنی مقصود در آسمان یعنی ملائکه ها، در زمین یعنی بشریت و جن ها، اینا بجز از خداوند علم غیب را الا الله کسی نمیدونند. مفهوم؟ خب این بود درس 8 از عقیده متن طحاوی. ان شاء الله رسیدیم دو قول مؤلف و نؤمن باللوح والقلم الى آخره. ان شاء الله از اینجا درس 9 دوام میدیم. در اینجا توقف میکنیم و آخر دعوانا و الحمد لله رب العالمین.